سلام و عرض ادب هموطنان گرامی. خدا کنه که از گزند روزگار در امن باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن للمؤمن كمثل جسد واحد اذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى. دوستان عزیز، در این روزها و خصوصا در این 2 هفته که گذشت، افغانستان بعد از یک آرامش نسبی که ایره می شود، همو آرامشی خاموشی صحرا قبل از طوفان نامید، داره به سوی یک بحران دیگه می روه، بحران بین‌المللی و منطقوی. و در شبکه های اجتماعی بسیاری از جوانان، حتی متوسط سالان و عموم ملت درگیر هستند، چه از داخل و چه خارج. هر کس نظر به همون معلومات و دیدگاه های کوچک و محدودی که خودش داره نسبت به این قضایا قضاوت میکنه، نسبت به این قضایا حرف میزنه، یکدیگر را دو دشنام میتن، فحش میگن، گناهی این مشکلات امروز به گردن یکدیگری میاندازن. یک گروهی طرفدار عزیز که باید در مقابل حملات و تجاوز پاکستان ایستادگی شود و وحدت ملی صورت بگیره. یک گروه دیگری عزیزم که در مقابل طالبای امارت عقده دارن و دشمنی بسیار تاریخی دارن که پاک شدن از این بسیار مشکل است. اینها این یک زمینه و شرایطی میدانند که باید امارت سقوط بکنه و طالبا مثل باقی نظامهای افغانستان در طول 50 سال گذشته، که از 1354 را حساب بکنیم 50 سال می شود، 50 سال گذشته پشت کارش براوه و باز یک گروه یک جریان رقیب دیگر از اینجا از را بگیره. خب من لازم و ضروری دانستم که در امو ساحه محدودی که معلومات ما، عقل ما، فکر ما و تحلیل ما کار میکنه و خود ما یکی از کرکترها یا یکی از شخصیت هایی بودم که در جریان ها همیشه اگرچه مقام های کلان نداشتیم ولی همیشه حضور داشتیم، با چشم باز این مسائل تعقیب میکردیم و جریان دیده میرفتیم تا و همین امروز. با این خاطر به خاطر روشن ساختن ذهن جوانا بدون از اینکه در این مسئله کدام حب و بغضی یا پیش داوری ما داشته باشم، خواستم که وارد یک بحث شوم، امی گذشته تاریکی این مسئله را من روشن بسازم و خواستم که هرچه عنوانی را که به این بحثی را که امروز ما اینجا باز میکنم پیدا بکنم، بهتر از این عنوان نیافتم که ما فعلا یک جامعه بیمار هستیم، یک جامعه مریض، یک جامعه که امراضی اجتماعی در اثر جنگ، آوارگی، بدبختی، درگیری، قتل، قتال، خون، کشتن ما را در طول 50 سال فرا گرفته و نسل امروزی هم که به میان آمده فراورده یا برآمده از همه جریان مریضی است که مریضی این نسل خطرناکتر و بیمارتر از نسل‌های دیگر است و خواستم در این مسئله ما همین توضیح بودم که جامعه بیمار یعنی چی، این بیماری از کجا شروع شده. سخنان ما از حافظه ما از چیزهایی که من در گذشته نوشته کردم در حافظه من مونده و خودم شاهدی از این بودم. من مستقیم با شما وارد بحث می شوم که همین مرض و بیماری در جامعه ما از کجا پیدا شد. خب اول هم است که افغانستان در تاریخ معاصرش که بعد از 1919 یا تاریخی که این دولت به شکل جمهوریت آمد بعد از زمان امان الله خان، نسبت به مو گرفتاری ها و عقب ماندگی های ذهنی، عقب ماندگی های علمی، عقب ماندگی های جغرافی، عقب ماندگی های اجتماعی و فرهنگی که درگیر سرزمین و همین جغرافیای فعلی بود، این نتوانست که همو توصیه لازم پیدا بکنه، برای درستی برای رهبرا و کرکترهایی که استقلال افغانستان گرفته بودند این ظرفیت علمی و حکمت و سعی صدر نداشتند که نتونستند که
یک جامعه پایدار و یک جامعه خوب و یک دولت درست معقول قانونمند که برای همیش در افغانستان باشه، اگرچند که تحولات هم بیاید اما نظام از بیان نرو وارد کردن نتونستن. خب به هر صورت تحولاتی بعد از امان الله خان چون وقتی ما را زیاد میگیره، یکی چگونه او فرار کرد و رفت جا از او دیگه کسی گرفت، امیر عبدالله خان کلکانی برای 9 ماه یا کمتر از 1 سال. بعد از او هم نادر خان آمد سپهسالار این ملک گرفت و با یک مشتی آهنین همراه برادران خود محمد هاشم خان و شاه محمود خان این ملک اداره کردند. خب همو عقده ها و کینه هایی که قبل از او اوجا انباشته شده بود سری نادر خان هم خورد و نادر خان رفت. من از نادر خان پسر خردسال از او ظاهر شاه را، یعنی ما همی سیر تاریخی را که این عقده ها و بیماری در این جامعه چه قسم آمده، این بسیار یک پس زمینه درازی داره. گفته همه شاعر که در زلفی بتان مپیچ ای دل کن رشته سری دراز دارد. این رشته بیماری جامعه امروز ما یک رشته بسیار دراز و کهن است. خب هرچی بود، هر رقمی که بود، به هر طرفان، به هر طریقه‌ای که بود، اینها افغانستان با مشت آهنین کنترل کردند تا کاکا، خصوصا محمد هاشم خان و با یک نرمشی که شاه محمود خان داشت برادرزاده خود در حرکه قدرت ماند، جوانی کم تحصیل و در این زمان آدمی نرم و آدمی خوب، تا 20 سال اول در حکومت کار نداشت اما یک سمبول پادشاهی بود و فرمانهای خودم از طریق رادیو میشنید که فرمان ما صادر شده و کاکاهای از این حکومت میکردن. نیروهای ملی با نفوذ، شخصیت‌هایی که تاثیرپذیر بودند یا سبب شورش و اختشاش به زعم خود از اونها مشن را سرکوب کردند در تمام سمت‌های افغانستان، خصوصا در شمال، در مشرقی، در مناطق مرکزی افغانستان. خب هرچی بود یک نظامی را به میان آوردند که 40 سال ظاهر شاه در این ملک حکومت کرد و همین دوره یک دوره آرامش افغانستان است. با خصوص 20 سال آخر ظاهر شاه که ظاهر شاه مستقیم خودش زمام امور را به دست گرفت، آدمی رشید شد، کلان شد، آدمی نرم بود. خب اگر چندی حکومت مدرنی نساخت و از پیشرفت و از علم و دانش و این گپایی که همسایه افغانستان با او دست میافتن، افغانستان با او سطح نرسید ولی یک دوره آرامش بود. اما داوود خان بنابر عمو عقده هایی که در خانواده بر از او تراکم شده بود و مشکلاتی که با سردار ولی داشت داماد ظاهر شاه و مشکلاتی که در داخل داشتن و شاید مشکلات دیدگار هم بوده یا نیتی نیک داشته که کشور مدرن بسازه و با کاروانی همو نظام‌های جدیدی که در مصر ناصر و صدام در عراق و در لیبیا قذافی و یعنی به سبک همین کشور به یک جمهوری دیکتاتوری سوق داوود خان نفهمیده و صاحب نظرها کل گزیره میگن که کار داوود خان کار نابخیرانه بود. یک نظامی که در طول 150 سال یا 100 سال در افغانستان مستقر شده بود با تمام فراز و نشوه هایی که داشته بود و داشت رو به خوبی میرفت، دوره دموکراسی بود، یک آزادی های را آمده بود، مطبوعات آزاد بود، احزاب آزاد بود. این کودتا را در خفا به مشوره پرچمی ها و عناصری که به کاجبی وابسته بودن کودتا انجام گرفت. داوود خان خود بر حرکت قدرت آورد و در زمان خودش هم داوود خان همین شعارش بود که ما با یک صفحه سفید آمدیم و سرنوشت هر کس در این صفحه ما اثر خودم نوشته میکنم. تمام گروه ها، متنفذین، ارباب ها، ملک ها، زمیندارا، اینها را اکثرا از زندان انداخت و میخواست که به شکل انقلابی یک تحول اجتماعی را در افغانستان بیاره که با شما معلوم است که در تاریخ ملت ها به خصوص انقلاب کبیر فرانسه و همو تحولاتی که در انگلستان اولین بنیانگذار تمدنی همی جدید نو بگوییم در قرن 17 و 18 و 19 که اینا را اگه حساب بکنیم، این تحولات در اونجا در اون کشورها در طول 200 300 400 سال آمده بود که بسیار هم روال طبیعی خود پیموده بود و این کشورها به یک رفاه و آسودگی و علم و پیشرفت رسیده بودند. حاکمان افغانستان بنا بر امو احساساتی که داشتن، بر امو بینشی بسیار کوتاهی که داشتن و امو معلوماتی درستی را از تاریخ بشریت و تمدن ها نداشتن و سطح سوادشان واقعا پایان بود. اینها تحولات را میخواستن که سریع بیارن، راه 100 ساله را میخواستن یک شبه بروند. این کار متاسفانه داوود خان کرد و بسیار سریع
با تحول و انقلاب در محلات گپا چه کرد و واقعا هم پروژه داوود خان هم که بدون خونریزی و کودتا صورت گرفته بود و پیش میرفت و مردم با او مطیع میشدند، شاید افغانستان به یک رفاه اقتصادی و به زیربنایی میرسید. خب به هر صورت چون کودتا از اساس و بنیادش از طرف چپی ها و با کمک کرملین صورت گرفته بود، در نهایت در اثر از اینکه کرملین احساس کرد که داوود خان از اونها سرکشی میکنن، بس همین روزگاری را که امروز ما شما تجربهش میکنیم، اینا داوود خان کشتند. کودتای سرخ صورت گرفت توسط خلق و پرچم. خلق و پرچم یک کودتای خونین برا انداختن. اول خانواده داوود خان کشتند و بعدا تمام مخالفین خود، نه تنها که مخالفین خود، مجموعه ملت اینا تارگت قرار دادن و بردن زندان ها را پر کردن. در هفته های اولی حکومتشان ترکی تمام سرای افغانستان، اندخبه های افغانستان مثل موسی شفیق، مثل وفی الله خان سمیعی و صدها و هزارها نفر اینا بردن و بدون کدام محاکمه اینا را کشتن و افغانستان از یک قدر خالی کردن. باقی کادرایی هم که راستی بودن و اسلامیست و مسلمان های یا اخوانی ها بودن، اینا مجبور شدن که به خارج فرار بکنن، به کشوری خصوصا همسایه فعلی پناه ببرن و اگر نه داوود خان اینا را همه را دستگیر میکرد. مولای عبدالرحمن، انجینر عبدالرحمن، دکتر عمر، اینها را که قیامی از اونها را نسنجیده بود در مقابل حکومت داوود خان گرفتار کرد و هر کسی که مربوط به این جریان ها میشد، خصوصا جریان مسلمان را دستگیر میکرد، به زندان میافتاند. زندان های داوود خان در همون زمان از ارباب و ملیک و قدرتمند و صاحب رسوخ و استاد و دانشمند دیگه پر بود. خب داوود خان رفت و خلقی ها آمدن. خلقی ها هم سیر بسیار به شکل بدش ادامه دادن و در ظرف ماهای اول هزار نفر افغان خوب و نسل و یک منابع بشری که افغانستان در طول 50 سال یا 40 سال اخیر مزارشا به دست آورده بود، سیستم های تحصیلی و گپا ولی محدود بود پیشرفت میکرد، اینا را کشتن و زندان کردن. یک طایفه جاهل، یک طایفه درس نخوانده که فقط کورس‌های بسیار کوتاه مدتی را در مارکسیسم گپا در روسیه اینا در زمان تحصیل خود فرا گرفته بودند. خردزابیط ها، مردم های نادان، مردم های کودن، مردم های تاریخ نخوانده این کشور را در این بحران داخل کردند و این بحران دامنگیر خود از اونها هم شد و این مرض اول گرفتار خود از اونها شد. بعد از 9 ماه حکومت ترکی را حفیظ الله امین بالش در دهنش ماند، را کشت و به خود خیانت کردن، استادی هم بزرگ یا کبیر خدا. بعد از او هم حفیظ الله امین که یک رویکردی باز گویا شروع کرده بود یا میخواست بکنه یا اتهام بود، روسا و کاجبی سر از این شک بر شد، این را آمدن کشتن و حکومت از این سقوط دادن. در ظرف 21 ماه حکومتی ترکی و همین مجموعه حکومت کردن، ولی یک عصر خونین افغانستان بود که در مورد که خودشان انتشار دادن 7000 تا 10000 نفر اینا در زندان ها کشته بودند، از نخبگان، محصلین، استادان، معلمین، صاحب رؤسا، علما، هیچی افغانستان اینا کشته بودند که بدون شک سرآغاز همین بیماری است که ما امروز در این رابطه صحبت میکنیم که یک قهر و غضب خدا را در این سرزمین اینها حاکم کردن و یک سیل خون جاری کردن که تا این روزی سیل خون متوقف نمیشه. خب بعد از این روسا دیدن که وضعیت کنترل کردن نمیتونن، مستقیم عملات نظامی کردن، اشغال کردن افغانستان توسط قوای چلی شوروی از ازبکستان، از آسیای میانه او وقت. ببرک کارمل از سر تانک خدا آوردن، اولین بیانیه خدا ببرک کارمل از تاشکند ایراد کرد و از اونجا آمد حکومت به دست گرفت با یک روی کردی که نسبتا گویا باز بود و متحرک کاجبی بود که زندانهای افغانستان آزاد کردن، گویا یک آزادی نسبی به مردم دادن و مردم گذاشتن که آزاد باشه و ببرک هم میگن در زمان حزبگریش، چون که از خانواده تیوکرات یا آریستوکرات بود، یک خانواده نسبتا متمول و اربابی که پاوشتا بود، یک آزادی را آوردن و مردم آزاد کردن از زندان ها. ولی با مجرد این کار، چون که در پهلوی همین کاری که ببرک کرده بود، یک آزادی های زندانی را آورده بود، روسا افغانستان عملا اشغال کردن و اشغال از اعلان شد. اگرچه قبل از او هم نیروهای ویژه روسیه و کاجبی در افغانستان شکل نظامی و مخفی وجود داشتند، اما تپه تاجبک هم حفیظ الله امین را کشتن، روسا کشتن. ولی چون افغانستان اشغال شد، در یک قیامی عمومی در اینجا دیگه پخته شد. قبل از اون در زمان خلق و پرچم شروع شد سیل از مهاجرت ها، میلیون‌ها نفر افغان به کشورهای همسایه خصوصا ایران و پاکستان مهاجر شدند. از آنجایی که پاکستان نزدیک بود، مرزهاش به افغانستان بسیار طولانی و باز بود،
با روایتی بسیار موثق در طول او وقتا 3 میلیون نفر افغان در پاکستان مهاجر شدند، 2 میلیون در پاکستان و 1 میلیون هم به سایر نقاط دنیا مهاجر شدند. در اثر همین کودتا و اشغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی، ما خلاصه میکنم، بس یک اشاره میکنم که برای جمهورای معلوم شود که این قصه سر بسیار دراز است، این فتنه از حالی نیست. این مهاجرین رفتن با پاکستان، در اونجا متوطن شدن، در اونجا ماندن، اونجا احزاب جهادی شکل گرفت. یک اول نهضت اسلامی در اونجا بود در زمانهای آخری داود خان، بعد از او رفت اونجا، این بده بخش منشعب شد که جمعیت اسلامی افغانستان منشعب شد، حزب اسلامی حکمتیار از وجود شد و حزب جمعیت اونجا یک حزب کلان که در داخل نیروهای نظامی بسیار زیاد داشت، در خارج هم دفاتر و فرنگی از همچنان حزب اسلامی بسیار فعال و قوی بود و دیگه احزاب هم در اثر اختلاف و امراض افغانی که هر روز اختلاف کنه از هم پاشیدن، اتحادها به میان آورد، هر اتحادی که به میان می آمد و به یک حزب تبدیل میشد و جدا و مستقل میماند. مولوی صاحب نبی که همون حزب حرکت اسلامی افغانستان که تأسیس شد در اثر اتحاد مجاهدین به وجود آمد، حزب اتحاد اسلامی استاد صاحب در اثر اتحاد مجاهدین به وجود آمد که 4 حزب مولوی صاحب خالص که از حزب اسلامی حکمتیار منشعب شدند، مولوی صاحب خالص تحملی امو خودخواهی‌ها و سرتنبگی های حکمتیار را نداشت و با او جور نیامد. مولوی خالص یک آدم فرهنگی، یک آدم عالم، یک آدم دانشمند بود، از او جدا شد. این 5 حزب جبهه نجات ملی را برابری مرحوم صبغت الله مجددی که یک طریقه بودن در افغانستان نفوذ داشتم، او هم در پشاور ایجاد شد، اگرچه نیروهای نظامی کم داشت، و همچنان حزب جبهه حزب مولوی پیر سید احمد گیلانی محاذ ملی که اینم پیروا و مریدان زیادی در افغانستان، در قبایل افغانستان بسیار زیاد داشت، در مناطق پشتون زیاد داشت. پدر از اون نقیب صاحب از پیرهای طریقه چشتیه بود در افغانستان و از عراق آمده بود و این نیروها همه از نوع پیروهای خود داشتند. خب به هر صورت اختلافات هم در پشاور دوام کرد، هم در داخل افغانستان دوام کرد، جنگ‌های تنظیمی در بعضی ولایت‌ها شروع شد. این امراض است که افغانستان از روز اول کودتای داود خان گرفته و این مرض کلان شده و فراگیر شده و تمامی اگر جامعه افغانستان را به یک انسان مقایسه کنیم، این مرض یا میکروب سرطان یا ویروس سرطان تمامی بدن این جامعه را فرا گرفت و به این شکل. همین اختلاف در داخل افغانستان، در داخل حزب دموکراتیک خلق هم ایجاد شد. اول خلق و پرچم بودن، یک دیگه را کشتن و بابرک به حکومت رسید. 6 سال هم بابرک هم به شانهای روسا حکومت کرد. در زمان بابرک، در زمانی که روسا در افغانستان بودند، کشتارگاه عمومی شد. در هرات 24000 نفر اینا در زمان حفیظ الامین میگن در زمان حفیظ الامین ترکی کشته شد. خب بعد از او هم خودم وقت مشاور روسا در افغانستان بود. بعد از او هم اینا در اثر بمباردمان 36000 قریه و قصبه افغانستان را بمبارد کردن و ایران کردن. سیل مهاجرت ها چند برابر شد. با روایاتی بسیار موثر که 1 میلیون نفر در افغانستان شهید و نابود شد و 1.5 میلیون نفر معلول شد و قسمی که گفتم 6 میلیون نفر در پاکستان و ایران و سایر دنیای مهاجر شد. طبعا شما بدانید که از نگاه روانی و از نگاه اجتماعی یک نیرو و گروه که در کشور بیگانه مهاجر میشه و با اون دستنگر است، با اون محتاج است. تمام کمک‌هایی که از غرب، از کشورهای اسلامی سرسام‌آور به پاکستان می آمد، ایرا در اختیار ISI قرار می گرفت. یک پروتکلی که ISI با CIA داشت که در باره باز کتابا را جو براتون یادداشت میدم که بخونید. این با اساس همون پروتکل تمام کمک‌ها به دستی ISI قرار می گرفت و ISI کمک‌های جهان به مجاهدین تقسیم میکرد. با روایت موثق که فعلا در جریان در یکی از همین احزاب است که از روز اول تا آخر اینجا بودیم و موثقی گپ در پیش ما مستند است. 17%، 16%، 19% به جمعیت اسلامی داده میشد، 17%، 18% به جمعیت داده میشد، 19 تا 20% کمک ها لوجستیکی، نظامی، مرمی، سلاحی البته از خارج آمده از پاکستان نبود. به حکمتیار داده میشد. 16 تا 15% به تنظیم استاسیاف داده میشد. مطابق هم کسی که چقدر جوه داشت همین کمک ها را توزیع میکرد، بدون شک و حساب توزیع میکرد. ولی کمک ها از خارج می اومد، از CIA می اومد، از امریکا می اومد، از اتحادیه اروپا می اومد، از چین می اومد. حتی برای ما همین قاطیر و گندمی گپا از چین می اومد، از کشورهای عربی می اومد، از افریقا، از کل دنیا متحدانه غیر از 18 جمهوریت اتحاد جماهیر شوروی این کمک به مهاجرین و مجاهدین می اومد. این کمک توزیع میشد و این کمک های پاکستان نبود. ولی بدون شک شما میدانید که یک جریانی که توزیع کمک ها را به دست داشته باشه ایرا تاثیر خود داره.
بدون شک اینا تاثیر خود داشتن سر افراد و اشخاص، البته سر تنظیمات جهادی نه. بدون شک تنظیمات جهادی به خصوص اصحاب کلان جهادی اینا مستقل بودن، به امر آیسای نبودن. همین چیزایی که در فیسبوک ها میگه با سرازیر میشه و ایگه دروغ است در منابع اجتماعی. هر حزب از خود کم به خود داشت. استاد سیاف اتحاد اسلامی کم به بود جلوزو کم داشت، در 20,000 خانواده اونجا زندگی میکرد، در اونجا چندین دانشگاه بود، صدها مکتب بود. دیگه در سایر کمپ های دنیا مثلا مهاجرین در پاکستان تنظیم اتحاد 300-400 مکتب و مدرسه و دانشگاه و ایگه پا داشت. عربی پوهنتون داشت، عربی شوانزه داشتن. به همین منوال جمعیت اسلامی افغانستان عربی پوهنده داشت، عربی شوانزه داشت، عربی پوهنتون داشت. در دره، در غند خالد بن ولید، در غند چترال، غند لیث ابن سعد، در اونجا 30 و چند هزار نفر یاشاوی واته میشد. خود جنگ بود در افغانستان، شرایط جنگی بود. به همین روال این تنظیم ها اگرچند اختلاف هم داشتن ولی سمیه میگرفتن و در افغانستان جهاد میکردن. و این طرف افغانستان در اشغال روس ها بود و هیچ وقتی به معنی از این نیست که تنظیم ها و ملت که 6 میلیون شدن. در وقت که افغانستان ما 20 میلیون نفر بگیریم 6 میلیون مهاجر ما داشتیم، حداقل 5 میلیون هم در داخل مسلح بود از مجاهدین که از نصفی یعنی 70% کل نفوس افغانستان میشود. باقی همون نیرویی که 200,000 نفر در اردوی افغانستان بود در تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی، کاجیبی و خاد بود و دولت بود. با همین خاطر قیام ملی فراگیر شد. در ظرف 5-6 سال اول تمام ولسوالی ها، قرا، قصباتی که بود در دست مجاهدین افتاد. تنها شهرها و ولسوالی ها میگپا همه در دست نظام ماند و نظام تقابل میکرد و قریه ها، قصبات، سنگرهای مجاهدین بمبار میکرد. یک قیام ملی بود. این مربوط به پاکستان نبود. پاکستان که توانایی ظرفیت نداشت در سنگر افغانستان، در خانه بدخشان و خوست و پکتیا و غزنی و لوگر اینجا برای و نماینده آیسای اونجا حکومت کنه. این چیزایی که در فیسبوک و همین شبکه‌های اجتماعی جوانا میگن از همین بپرهیزن. واقعیت قصه این نیست. این بیماری به این شکل آمده، ولی بدون شک باز ما تکرار میکنیم جامعه افغانستان یک جامعه بیمار بود. این بیماری جلوگیری اختلافات نشد. خب در داخل هم حزب دموکراتیک خلق اختلاف کرد. حزب پرچم و خلق باز پرچمیا حکومت کردن 6 سال آرامتر و تحت تسلط روسا که اونا به نتیجه نرسیدن. بالاخره روسا ببرک همون قسمی که آوردن و همین قسم بردن و عوض نجیب آوردن که نجیب شاگردی ببرک، در اولا سکرتری ببرک و 6 سال هم نجیب رئیس خاد بود که یک تاریخچه بسیار سیاهی بدی داره. امروز بعضی جوانا رو میبینم که عکسای نجیب در پروفایل خود میمونن از یک قهرمان ملی، هم یک چند ترفند و پروپاگاندایی که دست خارج امور دستاورد میکنن. نجیب خودش حداقل 100,000 نفر در افغانستان با کمانده و امضای خودش این آدم در وقت ریاست خاد خود در ولایت و در خاد کشته و یک مشت خونین بود در افغانستان. این را تمامی امو کتابها و اسناد تاریخی که وجود داره من اینجا در اینجا براتان یادآور میشم. بازی کتابا را شما این کتابا را حتما بخونید جوانه. و از اینکه شما بیاین در فیسبوک از همون ایده و تقریر یک رئیس جمهور یک چیزی یادداشت کردن و دیگران را دو میزن دشمن میتین و ایگپا شما میاین دو دشمن میتین ولی کتاب نمیخونن. کتاب بخواین منابع بخونین، مسائل سوالای شما حل میشه. تا وقتی که شما کتاب نخوانین و به این سلیقه احساساتی و همون چیزی ذهنی و چیزی که شنیدین یا از دیگران غلط شنیدین با اون شعار بتونین اگر دو بزنین، این مرض خوبی از او گرفته ای جامعه قابل تداوی نیست. فعلا این مرض به شکل میشه که جامعه را اصلا میپوشانه و این جامعه را دیگه به مرگ حتمی فرو میبره. ما در آخر حال این بحث ادامه میدیم. خب بعد از این مجاهدین که آمدن در کابل همین مرض گرفتار بود. یک ایده را بازم آیسای امروز روز اولی که حکومت مجاهدین در چمکنی بعد از بحث جر و بحث یک هفته‌ای دو هفته‌ای که تشکیل نشد و اینا جور نیامدن، بالاخره اساسات اقدام کرد و حکومت جور کرد و یک مسئله در تمامی همو گروپا سرای آیسای و استخبارات سعودی را از هر جای دنیا کامران با خاطر نکنجات کل از نورشان در ظرف 24 تا 48 ساعت اساسات تشکیلات جور کرد. حضرت سی بابا عیسی ممثل دولت اسلامی برای 2 ماه مقرر کرد در افغانستان، امضایش گرفت و گفت که موافق هستم به خاطر که حضرت سی آدمی ضعیف بود از نگاه جبهات نمیتونست که طرف واقع شد و به خاطر به این مصلحتی را گرفتن که دیگران سر از جمع شوند. بعد از 4 ماه استاد ربانی را به عنوان رئیس جمهوری موقت دولت اسلامی جاگزین کردند و از آن جایی که احمد شاه مسعود امی پیروزی را او رقم زده بود در همکاری با ملیشه‌های دوستم، با ملیشه‌های کیان و با ملیشه‌های جنرال مومن و دیگر ملیشه‌هایی که مخالفت ملیشه‌های شمال که با نجیب در مقابل ملیشه‌های پشتون که جمعه اسک اسمت مسلم اینا بود، یک اختلاف در بین حزب اومده بود و اینا از هم پاشیده بودن، از این موقع استفاده کرده بود و مسعود پیروزی را رقم زده بود.
اوستا سیاف احمد شاه مسعود به عنوان وزیر دفاع افغانستان و حکمت رو به عنوان صدر اعظم افغانستان. عمیق تقسیمات به خاطر از اینکه راضی باشن که معارف وزارت خارجه را به پیر سیف گلانی با تشکیلاتش داده بودن و وزارت معارف اگر اشتباه نکنم مولای جلیل زاده آمد از چی بود، از تنظیم مولوی صاحب خالص بود که مولوی صاحب خالص استاد قناعت داد که تو یک آدم فرهنگی هستی، یک آدم خوب هستی، به معارف علاقه داری، به تنظیم موضوع دادن و وزارت عدلیه و ستر مکان اینا رو به مولوی صاحب نبی خو یک تقسیمات کردن، یک بعضی وزارات ها رو به برادر علی تشیعی دیره مونده. خب هر چنی بود بازم من میگم همین مرض در جامعه افغانستان فراگیر شده بود، کل همین کارا نتونست که از جلوگیری کنه. آیا ایسا یک گروه خاصی که در اینجا من نام نمیبرم برای گپ تمویل کرد. دمو وقتی که تشکیلات اساسیه اعلان کرد قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسلامی پاکستان بود و با ایسا ارتباط تنگ و تنگ داشت، اومد گفت با این تشکیلات شما افغانستان تباه کردین. این نشان میداد که اینا شروع میکنن جنگ را. خب ما دقیق نمیپیچم که کی حق بود کی باطل بود. خب واقعیت قصه هم است که اینجا یک تحرک صورت گرفت و همین جنگی را که فتح شده بود، کابل را که احمد شاه مسعود نجیب فرار داده بود، نجیب فرار کرد و این نکته را باید یادآور شم که نجیب حالا قهرمان خود نسازیم. نجیب بدون از اینکه کابینه خود در جریان قرار بده، بدون از اینکه بیروی سیاسی خود در جریان قرار بده، بدون از اینکه رفیقای خود قرار بده در جریان، یک سال پیش خانم خود با تمامی اقتصاد طلا و ذخایر پول افغانستان به هندوستان روان کرده بود. اون اسنادش هم وجود داره که صدر اعظم خودش میگه که 1 میلیون سکه طلا را از میدان هوایی کابل میخواست ببره که ما را دور دادیم و در نهایت نجیب استواری نکردند، والا خودم فریب کرد و خودش شبانه به میدان هوایی کابل میرفت به طیاره بینیسیون که از فرار کرد برای هندوستان. در میدان هوایی کابل نیروهای دوستو و نیروهایی که در میدان هوا مستقر بودن نام شبیه از اینا ندانستند و ایره نمانده فرار بکنه. این داستان نجیب است، قهرمان شما ما ایره از تعصب نمیگم، واقعیت هم قصه است که شما جوانای و خصوص پشتونهایی که بسیار تعصب میگین در مثلا پشتونای لروبر، جوانایی که عکس نجیب در پروفایل شما، نجیب قسم یک آدم بود با همون تاریخچه سیاهی خود که این ماتریالیست بود، کمونیست بود، شاگرد ببرک بود، شاگرد وفاداری ببرک بود، قتل‌های بسیار فجیع دخواد کرده بود. در نهایت هم دولت خود سخنرانی‌های و پروپاگاندا و شعار از اون را پشت نگردین مان و شبانه فرار میکرد. در میدان هوایی برگرداندنش آمد در دفتر ملل متحد پناهنده شد. این چه قهرمانی در سنگر جنگید، کدام نیرو جور کرد خدا کشت در همین حالتی که ولی طالبان در مقابل پاکستان ایستاد میشوند. خب این عجیبی سرنوشت بود. خب سرنوشت از دورم دیدین که احمد شاه مسعود در همین طول 4 سال مطابق هم پروتکل‌های دیپلماتیک با او پایبند و سربانی غرض نگرفتن، مسعود غرض نگرفتن، در اون جای زندگی میکرد، از این نگهداری میکردن. ولی روزی که طالبان وارد شدن نیروهای پاکستانی قطعیشان بود، در این اندکترین شک کسی نداره استخباراتی پاکستان همین آیسایی که امروز شما میگین سری ما تجاوز کرد در روز آمد نجیب برن مستقیم دار زنن و تاریخشم و داستان شده کتابای موثق شما بخوانید. این داستان بود. طالبا که دوری اول آمدن با همین دیدگاهی که فعلا اینا دارن، اینها افغانستان با 100 سال بعد یا قبل یا 50 سال قبل عقب بردن، دانشگاه را بسته کنن، زنان را از کار ماندن، مکاتب را بسته کردن، نظام تحجر، یک نظام بزن بکش خونی کپا. اگرچه که طالبا در اولی که ایجاد شده بود درباره ایجاد طالبا که چه قسم میشه خاطرات امام کرنل که به نام تارر خاطرات کرنل امام که همو مسئول بخشی ISI در افغانستان بود در زمان تشکیل طالبان چه قواد قندهار تیر کرده. شما حتما شما جوانا به فارسی هست به پشتو هست خاطراتی کرنل امام را که به نام تارر یک نویسنده پاکستان نوشته که در شما بخوانید باز میفهمید که طالبان چه قسم تشکیلات شدن. خب به هر صورت در اثر جنگ‌های داخلی و کشت و خونی که ناروایی که در کابل صورت گرفت، راکت بارانایی که در کابل شد، برای روایت 60000 برای روایت 17000 نفر در کابل کشته شدن، مردم ملکی، مردم بیچاره از یک طرف در دفاع یک طرف در حمله یا حمله و دفاع. جنگ‌های داخلی، جنگ‌های تنظیمی که بدون شک که اما احساسات یک مسلمان و یک انسان از او حالت بچی میاد. این حالت هم طالبان در اثر همی دلایل آمدن و حکومت گرفتن. 4 سال بود چقدر در افغانستان حکومت کردن. اینا در اثر حملاتی که در افغانستان انجام دادن، چند زیاد حملات زیاد انجام دادن، خب چندشون نام میبرم. وقتی که در مزار اینا آمدن مردم قتل عام کردن، هزارها را کشتن، کوچه به کوچه مردم هزارها را اینا قتل عام کردن. و من مصاحبه متوکل خودم شنیدم از BBC گفت که ما کوههای سمت شمال با آتش کشیدیم. این متوکل زنده است و این مصاحبهش هم در BBC از شما بدم. ما کوههای سمت شمال زنده جانهای از اون را ما با آتش کشیدیم، کسی اونا دیگه سر بالا کردن نمیتونن.
که اونجا عمیق کارکی کردن. یک بار مردم قیام کرد. جنرال ملیک که در یک پروتکل طالبان را آورده بود و مزار سقوط داده بود، در ظرف یک شب یک روز قیام کرد و دوباره طالبان را شکست داد و نیروهای طالبان را محاصره کرد و اینا را برد. در دشت لیلی بود یا در خلای جنگی بود، اونجا اینا را قتل عام کرد و کشت و 3-4 هزار نفر یا 2-3 هزار نفر اونجا اسیرها را اینا کشتن و این بدبختی شد. یعنی ببینین حوادث شما که میبینین هر دو طرف قضیه را ببینین. و همچنان وقتی که در مقاومت مردم شمالی پروان و کاپیسا طالبان مقاومت شدن، وقتی در شمالی آمدن، شمالی را سرزمین سوخته اینا اعلان کردن و تمام تاک‌های شمالی را، انگورهای شمالی را، باغ‌های شمالی را سوزاندن. یاد داریم. ما یادم میاد که یک از قماندان‌های طالبان در کاپیسا آمد اعلان کرد. ما خودم وقت در مقاومت بودم، در شمال ما بودیم و گفت که تاجیکا برون به تاجیکستان، ازبکا برون به ازبکستان، هزارا برون به ایران. این خاکی ماست، ما اینا را زنده در اینجا نمیمانیم. خب به هر صورت هر چی بوده این جریانا حوادث آمده که مریضا را من هر عاقل می داستانا را که میگم ایران میفهمه که این چیزی که واقع شده، یک کلمه از تومت نیست. یعنی از هزارها واقعه میگان واقع حافظم بیا که برای شما میگم. این حالت در افغانستان آمده، این رشته سری دراز دارد. این قسم داستان است. خب این کار شد، اینا شمالی را سرزمینی سوخته کردن، اینا در مزار هم جنایت مرتکب شدن، قتل عام کردن و باز برعکس مردم مزار و ملیشاهای جنرال ملیک و اینا دوباره خستن، طالبان را قتل عام کردن. این عمل در مقابل عکس العمل در مقابل عمل بود. در شمال دوباره 3 بار همین قسم در کمین خورد طالبان، زیاد طالبان کشته شدن، نیروهای جنگی از اینا در اون جمله بسیار پاکستانی ها اسیر شد که نمی امروز اکرام الدین اندیشمن، استاد اکرام الدین اندیشمن لیست 1300 چند نفر نشر کرد. شما فکر نکنین که تجاوز پاکستان به افغانستان طور مستقیم آن لیسته. خدا برای ما شما عقل داده، خصوصا با جوانای پشتون میره خطاب میکنم. شما فکر نکنین که ملت افغانستان و پاکستان نو سرش تجاوز کرده. خب بالاخره در اون وقت 1300 یا 1500 نیروهای پاکستان در افغانستان اسیر شدند. 300-400 عزیز تا آخر پیش آمد چون مسعود تا آمدن جمهوریت اینا اسیر ماندن. و در زمان جمهوریت چقدر نفر در اثر جنگ طالبان در پلوی طالبان از پاکستان نیروهای ISI اینا اسیر شدن که حامد کرزی در زمان حکومتش به اساس مصالحه یا امو جرامت یا هر چی که میگین پاکستان که امو رویه از رو با ما خوب کنه، خود سیاست از دو ما بس نمیکنیم، اینا را آزاد کرد و رفتن. این که در افغانستان صورت گرفته، عقده ها در دل مردم متراکم شده. بالاخره هم از افغانستان اسامه بن لادن دو عملیات در سعودی انجام داد، دو عملیات در دارالسلام و نایروبی انجام داد که سفارت امریکا را انفجار داد. 2500 نفر کشته و زخمی شدند و در سعودی یک کشتی نظامی چیزی امریکایی را و نام جایش نمونده اسامه بن لادن در جای انفجار داد. و در نهایت هم یادتان باشه از طیاره‌های کروزبردار از بری کراچی یا بری هند امریکا خوست و پکتیا را در اون وقت راکت زد به خاطر اسامه. خب طالبا که آمدن و اسامه همراه طالبا یک جا شد و در زمان حکومت مجاهدین را یادآور شوم که دکتر عبدالرحمن نورستانی پول گرفته بود و بدون اجازه رهبرای که با درکترهای نظامی از سودان اسامه را به افغانستان آورده بود. اسامه خب پیش از در افغانستان بود، پس بعد از فتح کابل دوباره رفته به سودان، پایگاه ها، قرارگاه ها و کاری از اونجا بود. اسامه از داخل افغانستان این نقشه را کشید، برج‌های تجارت جهانی را در نیویورک زد، بر رهبری عطا و 19 نفر امو چیزایی که تبع امریکا بودن و عرب بودن اونجا را زدن. و این تشنج مابین امریکا و بن لادن چی شد؟ مذاکرنده های امریکایی آمد چه رایزنی کردن با مرحوم ملا عمر که این چی را بریم آبوتی، اسامه را بریم آبوتی. اینا اسامه را ندادن، سرسختی نشان دادن و حتی گفته می شود که در اون زمان خود ISI و پاکستان باعث ازی شد که اینا اسامه را تسلیم نکنن و بعد بکنن یا اقلا بگن که افغانستان برو، مثل که سودان گفت برو، میتونستم بگم برو بس سودان دیگه اسامه هر جای رفته میتونید یک تهران میشوند میرفتن به شهر اسد خود خلاص بگیرن. در اثر همون سرسختی امریکایی‌ها با افغانستان یورش کردن. از نظر ما اشغال بود خوب، ولی در یک شکلی بود که از ملل متحد و شورای امنیت مجوز از را گرفتن، چون گفتن ما در افغانستان به خاطر منافع خودمون اینجا میریم. امریکایی‌ها آمدن در اینجا دربون یک حکومتی را ساختن. او حکومت نه دموکراتیک بود نه حکومت منتخب بود و او حکومت به خاطر ضعف بعضی نماینده های سمت شمال که در اون وقت احمد شاه مسعود شهید شده بود در اثر غدر و توسط دو عرب که از استخبارات غربی و از استخبارات پاکستان و اسامه
و طالبان یا هنگام آمده بودن و را شهید کرده بودن. این چیزا را ما در تاریخ افغانستان، هماچون مسعود یک قهرمان افغانستان بود، افغان بود، توسط پاکستانی‌ها، توسط عربا اینا شهید شد. اینا همگیش که در این مرضی که ما فعلا گرفتار هستیم این تاثیر خود داره. خب بالاخره امریکایی آمدند در افغانستان. 20 سال هم که افغانستان امریکایی حکومت کردن تحت نام تکنوکرات. تمامی عمود افغانستان یک اصطلاح هم بود که اصطلاح سگشویا. شما باور کنید که از غرب اینا کسایی را آوردن که در هر 100 نفر از این اگر 20 نفر از این مثل اشرف غنی، جلالی، انوارالله قحطی مردم متخصص، مردم خوب مثلا مردم بودن دانش کپا داشتن، ولی باقی مردم ها اکثرش واقعا با معنای کلمه سگشوی بودن، بیسواد بودن. ما سفرای داشتیم که اینا فرقی تخصیص، بودجه و سکوک و سیستم مالی را، سیستم دیپلماسی را از زبان افغانستان نفهمیدن، اینا آوردن در افغانستان حاکم کردن و ما با اینا همکار بودیم. یعنی خدا شاید از 20 سال جمهوریت هم نگذاشتن که همین مردم افغانستان از استفاده کنه. امو کرزی هم نمونده که از امو صلاحیت‌هایی که خودش داره از او استفاده بکنه. انتخابات افغانستان، دموکراسی افغانستان، قانون اساسی افغانستان که سری گپا غرب برای حکومت افغانستان 200 میلیارد دلار مصرف کرده بود و 2000 میلیارد دلار خود غربی ها برای مصارف لوجستیک خود و ناتو در افغانستان مصرف کرده بود. همه از این باد هوا و فنا شد و در اثر تعصب قومی و همین مرضی که از روز کودتای داوود خان این مرض شروع شده بود و این دامنگیر همه جامعه بود. فرد جامعه مریض بود و این مرض گرفتار بودن. انتخابات ها را به بحران بردن. نتایج انتخابات های متحق سال اعلان نمیشد. هر کس دول قومی را میزد، دول منطقوی را میزد. خود در افغانستان همین نخبه دزد، اینا در همین کتاب‌های علمی هم اینا به نام ازدیاد نخبگان میگن. در هر جامعه‌ای که نخبه ها زیاد شوه و حکومت حاکمیت ظرفیت جذب کل از ایران داشته باشه، این نخبه ها به چورگر و به دزد تبدیل میشوند. نخبه های افغانستان به چورگر، زمینخوار، چورگر، خشخوری، واسطه، تقلب، بیسوادی، دروغ، شاهدنامه‌های دروغ. 15 تن از وزیرای آقای کرزی در زمان کرزی 15 تن از وزیرای کرزی من میشناسم که از صنف 8 و 9 و 10 11 بالا نخوانده بودن. اینا به کمانده خود آقای کرزی اینا شهادتنامه‌های خود در قصه‌خانه پشاور، در دولت در تاجیکستان شهادتنامه دانشگاه ها را اینا جور کردن، جلی تقلب اینا را وزیر ساختن. بعضی وزرا سند قانونی را پر نکرده بودن. این قسم یک نظام ما داشتیم که ما همیشه به شوخی را در منابع اجتماعی به نام جمعچوریت یاد میکنن. واقعا یک جمعچوریت بود، فقط جمع میکنن، چور میکنن. نه زمین دولت ما، نه آبروی مردم، نه عزت مردم. یک که فساد اداری بود، یک فساد مالی بود، یک فساد اخلاقی بود، یک فساد فرهنگی بود. شبکه های اجتماعی افغانستان با فسادخانه ها، به بی‌بندوباری، به بدبختی تبدیل شده بود. الگوی افغانستان، الگوی زنای افغانستان چی میگن همی خواننده را آریانا سعید شده بود و چی میگن فرخنده ناز میگن و با یک بلای دیگر داشتون سیتا قاسمی میگن یک گروپی شالاتان حرامزاده رقاصا آمده بودن، تمامی فضای فرهنگی و محیط افغانستان پر کرده بودن و جامعه افغانستان به یک فسادی کامل تبدیل شده بود. و واقعا این فساد یکی از نوع امراضی بود که دیگه غیر از قطع کردن از این فساد دیگری چی نداشت. خدا شاهد است که ما بارها دعا کردیم نماز چیکارم که این نظام سقوط بکنه، که مردم از شر این فساد نجات پیدا بکنه، که این فساد به حد همگیری شده بود، که این فساد جزء مودی از زندگی مردم شده بود. همین خیشا و قومای ما را که ما را میدن تو هم نظام چیکار هستی؟ نه تو حولی داری، نه زمین داری، نه جایداد داری، نه موتر لوکس داری، تو چرا نمیدی؟ ما حیران میمونم که ذهنیت مردم ببین. این یک فساد یک دکی پلاوی خوب در یک جامعه کردی برای مردم رای انتخابات میداد. دیگه مردم برنامه ایتون نمیدید، به عقل ایتون نمیدید، به سوابق نمیدید، به شخصیت ایتون نمیدید. وکلای ما به تجار مواد مخدر تبدیل شده بودن، به فاسدترین قشر قانونگذاره افغانستان تبدیل شدن. وزرای افغانستان، ریاست افغانستان، وزارت افغانستان فساد از سر روی ازی میره که دشمن یک ماموری از دولت، دشمنی از او که اول بود ما بودم و واقعا اینمی قسم یک جنان بود. اما استاد ما همیشه میگه که جمهوریت قسم بود که مثل که دریای کابل از مرداری، از چتلی پر شود. یک سیلی ضرورت بود که می دریای کابل بیایه و از بنیادی را بکنه و ببره. که این سیل خب به هر قسمی که بود باز از طریق آی ایسای و سر شانه آی ایسای آمد و همین فساد یک باره برد. طالبا سر شانه هر کسی که آمد در روزهای اول برای
دو سه روز ما در نظام ماندم، مزار رفتم و قندوز رفتم و گپا راه را دیدم. خودی برای من تعجب برانگیز بود که این طالبا آمدن در ظرف یک شب روز راه افغانستان امنیت کردن، دزدا از این راه ها گم شده. ان شاء الله که امیدی است که آینده را اینا بسازن. ولی مرض بعد فراگیر بود که خوب بلا در پسش که نظام افغانستان از 50 سال به این طرف خواب خارجی من برای افغانستان نظام میسازن. یک واقعیت است کلمه شما اقرار بکنیم، گناه را در گردن نکشید. حمید فیض آمد در سیرینا هتل، قهوه گلاس کافی کل شما دیدن ملت هوشیار شوین، بیدار شوین، او جوانا عقل خدا برای شما داده. فیض حمید آمد کابینه افغانستان را جور کرد، تمام تشکیلات ادارات کابل جور شد و امضای فیض حمید تر شد. هیچ کس نمیفهمه. یک فضیحت بود. چی میکرد روزی اولی که نو نظام آمده اقلا یک مواضیع تیر میشد، یک پروتکل امضا میشد، سفارت باز میشد، رئیس استخبارات یک کشور اوجا بیاد. فیض حمید گفت که من اوجا آمدم، رئیس آیسای هم بود، رئیس استخبارات سعودی بود فلان بود. خو این از بد بدترش، یعنی به ایمان اگر رئاسای استخبارات در سابق در پشاور دولت موقته کوشش کردن که بسازن، حالا من دولت کابل دولت ساخته بودن. خب به هر صورت امیر هم ملت قبول کرد. همین ملت شکرش هم که امنیت آمد، روز 300 400 نفر در خط جبهه میمرد. همین گپ خدا شاهد است که امیدوارم امروز شاید در فیسبوک اینا بخواین همیشه در مصاحبه خوب مردم خوش میشنم گفت افغانستان یک دست شد از همین قماندان و قماندان بازی و از امارت‌های مستقل در هر ولایت و از همین چورگرا و از همین اصطلاحاتی را که شما میدان خلاص شده بود. به فکر بدید. ولی طالبای محترم که جامعه و تبلیغم و خلیلزاد هم که پروتکل در دوحه کرده بود و افغانستان دو دسته برای سال 2012 تا 2021 که دوام داد و دو دسته به افغانستان بیان تسلیم کرد. امریکا را و غرب و فریب داده بود که طالبا تغییر کردن. طالبا که آمدن کاری که کردن، دروازه زنا را بری، دروازه تحصیل بری دخترای افغانستان بسته کردن که نه هیچ توجیه شرعی داره، نه هیچ توجیه قانونی داره، نه هیچ کار انسانی است. اینا روزی اول با بهانه از اینکه ما چی کار میکنیم، اینا ما دوباره باز میکنیم موقتی است. در ظرف 4 سال کار نکردن. تمام زنها را از ادارات کار و گپا و رادن یک چند سال برای اینا معاش دارن، باز معاشات از نورم قطع کردن. یعنی نصفی 50% جامعه افغانستان که اکثر از بیوه بیچاره و نانیار خانه ها زن هستند از رزقشان محروم کردن. معاشات به خاطر که بودجهشان کفایت نمیکرد پایان آوردن و مردم افغانستان در یک بحران اقتصادی بردن. این همه چیز در افغانستان ممنوع است و اینا از نگاه تشکیلات اداری در هر اداره یک مولوی را بردن. اولا می که همین ظرفیت کلان طالبا غیر از 20 نفر که مولوی مدرسه که همین مدرسین خوب بودن، مثل مولوی شریف از بغلان و بعضی‌هاش که مدرسین مدرسه بودن، خودی امیر از اینا مولای بیت الله که میگن مدرس بود در کویته و اینا، یا مفتی از اینا عبدالحکیم، اینا که اصلا ملا هستن، ملای بقوت هستن، ولی اینا سیاست نمیفهمن، اداره نمیفهمن، اینا حکمت سیاسی روابط بین دول نمیفهمن، اندکترین حقوقی اجتماعی و سیاسی و جامعه را نمیفهمن، حقوق مدرن نمیفهمن، تاریخ خود افغانستان اینا نخوندن، تاریخ اسلام اینا نخوندن. تمام کارهایی که اینا تال کرده میروند به نام اسلام و متاسفانه هیچ سنخیت به اسلام نداره، هیچ سنخیت به تاریخ افغانستان نداره. خلاصه جامعه را در یک کوزه بدبختی دیگه دوباره اینا داخل کردن، با وجودی که مردم امیدوار بود که از این حالت مرد برن. حالی هم یک قصه مشهور است، میگه که یک خان یک مزدور داشت. این مزدورش یک کلاه برش خریده بود. هر وقتی که مزدور برش میگه که برام ماش بتی، برام نان بتی، برام کالا بخر، هر گبر یک مزدور میگه کلاه برات خریدیم. این طالبای کرام هم و سخنگوی از اینا هم هر گبی که میزنه میگه ما امنیت سرتاسری را آوردیم افغانستان یک دست کردیم. آ برادر، امنیت در قبرستان هم هست. امنیت در قبرستان هم است. در قبرستان برای هیچ کسی شکایت نمیکنه که نمیکنه. ولی یک جامعه ای که بیمار است، گریسنه است، شفاخانه نداره، سرک نداره، خدمات اجتماعی نیست، تحصیل ازی بند کردی، کار ازی گرفتی، هیچ چیز برای جامعه نمونده. امیال از شما در حوزه افغانستان اگه باز بکنید، من قسم میخورم که 90% نفوس افغانستان مهاجر میشود. اینا نتونستن یک تشکیلات بسازند در ادارات افغانستان. اینا امتحان گرفتن 2 لک 3 لک نفر بیسواد چلیاره که اینها دمو حساب مدرسه مثل ویسه چای مدرسه در درجه ها خواندگی هستند که ویسه و 4 در مکتب حساب میره و اینا را آوردن در ادارات افغانستان مسلط کردن. مردم هایی که مسلک ندارن، اداره نمیفهمن، اخلاق اجتماعی ندارن، اینا با مردم بد برخورد میکنن. این قسم یک جریان در ظرف 4 سال اینا را خود جمع جور کردن نتونستن. اینا نه قانون اساسی ساختن، نه جلوی جرگه چیکن، نه شورای اسلامی اینا درست کردن مطابق هم فقه حنفی، مطابق نص قرآن کریم و امر و شورا بینهم. امیری از اینا را تا کسی ندیده. اینا اگه استدلالای بسیار مزخرف میکنن که وی امیر ما بسیار از ما رفتیم دیدیم، چرا عامه مردم نبینه؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله رویش از عامه مردم پنهان نمیکرد. 5 وقت نماز در مسجد قدیم مردم میخواد، نماز جمعه میرفت، خطبه میخوند، در نمازهای عید از یک راه میرفت برای دیگه میآمد. به خاطر همین سنت از یک رفتن برای دیگه اومدن که امیر کلی مردم زیارت کنه ببینه، یعنی مردم عام میره ایرا ببینه پیغمبر.
بعد از اون خلفای راشدین سنت همیشه که در ایمان مردم زندگی کردن، آنها رو میخوردن میخوابیدن چی میکردن، یک امیری از اینا در پرده است. یعنی تمام کارهایی که از اینا میکنن در عقل جور در نمیاد، در نظام در تاریخ اسلامی بی سابقه است. خوبی طالبای کرام تا حالی همین قسم نظام چلاندن. اینا کلی خوشبینیشان همین بود که روسیه ما بر رسمیت شده، چین ما رو بر رسمیت میشناسن. اینا در فکر از این هستن که اینا روابطی خارجی خود، روابطی تاریخی خود با روسیه نمیدونن. روسیه در افغانستان 300 سال روابط خارجی سابقه داره. این را باید مطالعه بکنید. از قرن 17 18 19 20 در زمان امیر عبدالرحمن خان، در زمان امیر شیر علی خان، در زمان عبدالرحمن خان، یا خاک افغانستان 15 او طرف بدخشان کوهی، بسیار خاک افغانستان در روسیه تزاری مانده بدون کرام پروتکل. همه قسمی که لروبر ما او طرف خط دوریان دعوا میکنیم، یک بخش خاک افغانستان در این بخشا مانده، اقوام از میان خود جدا کرده. او طرف هم نامش روشن است، این طرف هم نامش روشن، اون طرف هم نامش شغنای، این طرف هم نامش شغنای، اون طرف هم نامش شکاشم، این طرف هم نامش شکاشم. مثل از اینکه در سرحدات قبایل آزاد و پشتونستان مثلا ما هم مشکل داریم. افغانستان به یک قسم جغرافیا تبدیل شد خاطر باشه. این مرض در کل جای افغانستان هست. خب بس ما از بس جدا نشیم. این مرض جامعه را در هم گرفته و طالبان کرام نتونستن که نه حکومت قانونی که مشروعیت ملی داشته باشه که در داخل اینا بیان میکردن هم شرط اسلامی. مولای بیت الله میومد در کل ولایت میرفت سخنرانی علنی میکرد، مردم بیعت میگرفت، بیعت بالواسطه میگرفت، کل مردم آگاه نمیداد، نماینده شورای میکرد، خودش سخنرانی خدا میکرد، در تلویزیون مردم میره میدیدن بیعت میگرفتن. اینا مثل هم عصر حجر وارد تلویزیون ها بند کرده رایستن، شبکه‌های اجتماعی رو بند کرده رایستن، روز اینترنت این رو بند میکنن، روز تلویزیون رو بند میکنن، روز عکس بند میکنن، چیزهایی که ما در فقه معاصر و در اسلام نمیدانیم. خدا شاید از معظم از اینا که مسلمان بنیادگر هستم. خب به این قسم جامعه پیش نمیره. و هم بیایم در اهداف روابط بین دول و استراتژیکی که ISI و این نهادهای استخباراتی غربی که طالبان را به قدرت آورده بودند. امریکایی‌ها هفته‌وار 40 میلیون دلار به نظام میده، به نظام نمیده. خب از طریق مؤسسات میده 40 میلیون مخفی به استخبارات و چیزها میده. اینا را مفت نمیده، اینا میتن، اینا هدف دارن. هدف CIA امی بود، هدف غرب امی بود که طالبان را در گردن و یخن ایران باندازن. یک مشکل برای ایران خلق کنه که روزهای اول یادتون باشه در مرزها جنگ شد و گپا، ولی طالبان امی هوشیاری در زندگیشان کردن که از همین گپا جلوگیری کنند و تشنج زیاد شد. اینها تصمیم داشتن که طالبان را در یخن آسیای میانه باندازن، با روسیه یک درد سر در مقابل اوکراین دریا جور کنند. طالبان این کارو نکردن. اینم خدا براشون اجر بده، این کار درستشون بود. میمونه مسئله تی تی پی گروهی است که امیال از 40000 50000 نیرو مسلح تی پی داره. نیروهای تی پی مسلح تی پی را استخبارات منطقه و کشورهای معلوم الحال و حتی غربی و استخبارات غربی این داره تمویل کرد، تشویق کرد به خاطر زدن پاکستان، به خاطر از بین بردن پاکستان، به خاطر بم اتمی پاکستان، به خاطر غیر مستقر کردن پاکستان. تی پی در گردن پاکستان افتیده. تنها در سال 2025 850 نفر نیروهای نظامی و ملکی پاکستان تی پی کشته، هزارها نفر از اینا معلول کردن، پایگاه اینا را زدن و بدون شک نیروهای تی پی از داخل افغانستان میره و همین میگن کب که در زمستان لپی ما میگیم، کب که پرتاب میشه و خسته میشه و سری خود در داخلی برف میاندازه، پشتش بیرونی برف است و این فکر میکنه که سری ما در زیر برف است، ما جورا نمیبینیم، مردم ما نمیبینه. حالا حکومت پاکستان که حکومت ساده نیست، اینقدر در داخل افغانستان نفوذ 50 ساله دارد، در شریان ادارات افغانستان، در اداره یک ولسوالی، در اداره یک علاقه‌داری، در اداره یک شباخانه جاسوسی ISI همونجا خواب است. در مخابرات افغانستان، در تلویزیون افغانستان، در شبکه‌های ارتباطی افغانستان، مشهد در زمان جمهوریت اینا بودن. ما پاکستانی‌ها را در زمان جمهوریت میشناسیم که استخباراتش در پارلمان افغانستان، در مخابرات افغانستان، در وزارت خارجه افغانستان، در هر جای بودن. حال خو از او بدتر است. پس این کشوری که معلومات داشت نمیفهمه که تی پی در کجاست. فقط سخنگوی وزارت خارجه و وزیر خارجه میگه که تی پی در داخل خود پاکستان مشکل داخل شما. این همون مرض و همون ترفندی که حکومت‌های گذشته افغانستان از داوود خان تا به امروز تمام حکومت‌های افغانستان بلا استثنا این بلا کردن اشتباه همارت فلنده کنه، میگه اینجا نیست. خب اینجا نیست، هر روز اینا تارگت میکنن، میفهمن جای ناخوردن از اینا را، خستن از اینا را، خوابیدن از اینا را. و رهبر دویم القاعده ایمن زواری در کابل کشته شد. این مردم شما را میبیند فضای افغانستان در دست خارج است، فضای افغانستان در دست CIA است و استخبارات غرب، اینتلیجنس سرویس، اینا همه چیز اینا میبینن، مکشوف است. شما روزانه در کجا نان میخورین، میشینین، میخورین که دکشت بدتر آمازی که تو میگی که مشکلی پاکستان است و تی پی از مشکلی ما نیست گپا. خب بر آخرت جان پاکستان به اینجا رسید
و آمد پاکستان به این عقیده شد که او کاری که ما از طالبان میخواستیم، اون نیروی نیابتی و عمق استراتژیک که ما در افغانستان توسط طالبان میخوایم سرمایه‌گذاری غلط بوده. طالبان عموم مرزی افغانی را که یعنی میگن یک مسئله داریم که افغان ها گیرو میشون ولی فروخته نمیشون. اینا فکر میکرد پاکستانی ها که طالبان برای ما فروخته شده، این فکر از این نداشت که طالبان گیرو شدن مثلا گروه های دیگه واری. در زمان دوره اول طالبان باز تکرار میکنیم که پاکستان آمد، فرد نیروهای نظامی و استخباراتی پاکستان در افغانستان آمد، مردم شمال کش، مردم پنجشیر کش، مردم شمالی کش، در مزار رفتن کار را کردن، یک اولنگ و کشتار قتل در پاکستانی ها کلی بود. اون وقت چرا پاکستان مال نمیگم این تجاوز نیست، اون وقت هم تجاوز والن تجاوز است. خب وقتی که این به این حالت ما رسیدیم فعلا میای پاکستان خانه افغانستان رو بمبارد میکنه، بدون شک این یک مرض هست، هیچ کس از این کار کرده نمیتونه. هر صاحب عقلی را میگن که یک تجاوز است، ببخشید مرض تجاوز است، این تجاوز است، ولی تجاوز از حال شروع نشده، این تجاوز از سابق بوده، ادامه پیدا کرده، به یک سرحد رسیده. اعلان حکمت چی نمیگن؟ فقط یک گپ طالبان و نیروهای طالبان جوانای پشتون در فیسبوک و توییتر و این چیزا دارن که همین گپ زدی از پاکستان میگه تو غلام پاکستان هستی. آقا بچه تو خود این روز غلام پاکستان بودی، تو خود تفنگ پاکستان را گرفته آمدی. در زمان 20 سال جمهوریت دیگه بارا باید یادآور میشید. طلبای کرام با کمانده همین پاکستان مناقشه پاکستان شورای کویته داشتن، شورای پشاور داشتن، شورای کراچی داشتن. در مو شوراهای امضا میشه که کی را در افغانستان باید بپرانید. اینا بیشتر از 150 حملات انتحاری کلان در افغانستان کردن. در اثر حملات 50000 60000 نیرو مردم ملکی افغانستان از خانواده خود و برادرزاد خود و هزار خانواده داغدار شد و شهید شدند. شما پل پراندین، پلچک پراندین، مسجد پراندین، شفاخانه را شما پراندین، شما بیمارستان کودکستان را براش رحم نکردین، کورس ها را رحم نکردین، تظاهرات های مسالمت آمیز مردم را رحم نکردین. هر انفجار شما 300 400 نفر کشته و زخمی میشد و در پاکستان دوست داشت. چرا در اون وقتی عقل نکردین؟ این حال پاکستان در شریان شما، در رگ شما، در خون شما، در نفس شما جایگاه داره و پاکستان کار خود میکنه و این را ساده هم ندانیم. ما اگر دیگه این با معنای دعوت به تسلیمی برای پاکستان نیست و مرای حل داخل برای شما میگم. مردم فکر میکنه که ما وی فقط یک احساسات که با در جنگ زمینی پاکستان میزنن، طرف یک چند پوستر از یک چند نفر اونجا اسیر گرفته، اونم بسیار بر شکل فضیحت غیر اسلامی او را لش کرده، برهنه کرده و در زمین خاکشال کش کرده میره که این نه در منطق قرآن برابر است، نه منطق حدیث برابر است، نه منطق فقه برابر است. اگر تو میگی پاکستان هم این کارو میکنه، خیر پاکستان یک دولت اسلامی نیست. پاکستان، استخبارات پاکستان، صاحب منصبای پاکستان اکثرش سکولار هستند. اونا با اساس چیز اسلامی نمیگن، کارهای از اونها کار اسلامی نیست. شما از اونها تقلید نکنین. شما نام اسلام بد کردین، کارهایی که شما در طول جمهوریت هم کردین، در قرآن شما با ما انفجار کردین، محراب حداقل 100 محراب مسجد، 100 محراب مسجد شما انفجار داره، در محراب با ما ماندین. این کار را شما کردین، اینا به اسلامی ارتباط نداشت. خب به اینجا رسیدین. امروز از مردم توقع دارین، از ازبک، از پشتون، از فارسی، از هزاره شما توقع دارید که در پلوی شما ایستاد شود در مقابل پاکستان وحدت ملی و وقت وحدت ماست. شما فکر از این بگین که این مرض از پا شروع کرده، 50 سال در اینجا رسیده و در حلقوم مغز کل جایگیر شده. شما مردم قناعت داده میتونید؟ شما تا همین 2 روز پیش که پاکستان، یک هفته پیش که پاکستان عملیات بکنه، شما دیگه مردم افغانستان مسلمان نمیدونستید. در اداره افغانستان تا در سیره تا بستی 3 بستی 4 شما یک چلی یک ملای بسیار داره که امضای شهادت نداره، شما آوردن مقرر کردید. متخصصین افغانستان شما از کار بیکار کردید، نه معلم به کارش ماندین، نه استاد دانشگاه را به کارش ماندین، نه دکتر به کارش ماندین. یعنی یک ملاها یا طالبا یک قشر از جامعه افغانستان هستند. در این جامعه مردم عوام است، انجینر است، دکتر است، ساینسدان است، حقوقدان است، دیگر نیروهای اجتماعی در افغانستان است، تشکلات اجتماعی است، دیگه اقوام است. شما هیچ کسی میگه باز ورد یکی تشکیلات شما در سطح ملایی، دوم از که در سطح منطقه‌ای با حسابی که میگن از مجموع وزرا شما 19 وزیر شما از هلمند و از قندهار است. شما حتی همین طالبای خود سم ندادین. یعنی افغانستان تنها هلمند و قندهار نیست، مثل که سابق افغانستان تنها بدخشان و پنجشیر نبود. ما از بدخشان هستم. همین اشتباهات در گذشته هم شده، ما اعتراف میکنم، اگر به این حد نشده شده در وقت. شما میخواین که به همین دولت، به همین تشکیلاتتان، به همین جریانتان مردم وحدت بکنید، در مقابل پاکستان ایستاد بکنید. خدا شاهد است. این گپی مرا آیدای خودی من نیست، ما با این مخالف هستم و این کار گناه است، جرم است. شما همین اولادی در بدخشان و تخار انتخابات کنید که شما طرف تاجیکستان، در دولت تاجیکستان بپیوند، در افغانستان بمانید. من قسم میخورم که 80% مردم تخار و بدخشان رای بده که ما بریم در تاجیکستان.
شما برین در مزار انتخابات کنید، در بادرس انتخابات کنید، مردم میره در ترکمنستان و ازبکستان. مردم به این جای خود رسیده. حالا شما که میگین که لر و بر از ماست، 40 میلیون نفوس پشتون در اون طرف خط افتیده، شما یک سری خود در گریبان کنید که 40 میلیون نفوس پشتون اون طرف خط واقعا قد شما هست؟ امی حاضر اگه انتخابات شود چند فیصد مردم اون طرف خط به شما رای میدن؟ امی حاضر سایه منصبه از نورا مردمی از نورا که میبینید در تلویزیون ها پشتون ها از امی سرحد، از امی پشاور، از امی حزبی ولی خان میاد شما را دو میزنه. شما رو میگه شما افغانستان رو تباه کردید، شما دشمن افغانستان هستید، شما نوکر آیسا هستید. این امراضی بود که ما بسیار با صراحت به ملجه بسیار وطنکی بی‌غرض ما برای شما تشریح کردیم. در این حالت نمیشه. یک راه حل مونده، یک راه حل کوچک که برام شوه یا نشوه. راه حل کوچک داخل برای تو پیشنهاد میکنم. اگر میخواین وحدت ملی کنین، اگر میخواین که در افغانستان همین امارات شما تشکیلات تغییر بدید، یک اعلان کنین از تمام اعمالی که شما گذشته کردن معذرت بخواین. رسما باید امیرالمومنین شما معذرت بخواه. کاری که در مزار کرده، کاری که در یکاولنگ کرده، کاری که در شمالی کرده، کاری که در روزهای اول پیروزی شما در پنجشیر کردین و در دیگه ولایات کردین، در مشرقی کردین، در کنر کردین، به نام سلفی، به نام القاعده مردم کشتین و یا به نام داعش. شما از مجموع ملت معذرت بخواید. بگین این کارشون ما بعد کردیم یک تکراری، یک دوری باطلی بود که دیگه حکومت ها کرده بودن. داوود کرده بود، خلق پرچم کرده بود، مجاهدین کرده بود، دوره اول طالبا کرده بود، دوره جمهوریت از اون بدترش کرد که خانهای مردم در قندهار و هلمند دیگه با شب و روز توسط امریکا بمبارد میکرد و ما همین بد کردیم. ولی معذرت میخوایم، ما بیدار شدیم بیاییم حکومت وحدت ملی را اعلان کنیم. حکومت وحدت ملی منظور من این است که شما هم 4 دزد و زمین خار و چورگاری گپا را برید. حکومت وحدت ملی از این میشه که از تمام اقشار جامعه شما لوی جرگه دایر بکنین، تشکیلات تکنوکرات بکنین، تشکیلات مسلکی بکنین. انجینری را بتین به انجینر، دکتری را بتین به دکتر، عدلیه را بتین به حقوقدان، محکمه را بتین به قاضی ها، بخشایی که به اسلامی و حج و اوقافی گپا میشه و اقتصاد به بخدان امیر سرش بخره، امیر شما باشه. خب متعلقاً بیاد در میوان مردم ایستاد شوه، تشکیلات خود اعلان بکنه، یک شورای عمومی، یک شورای عالی، شورای اسلامی جور کنه که مثل شورای اسلامی در دولت ایران که است، شورای تشخیص مصلحت نظام اول جور کنه، بعد یک شورای عالی جور بکنه که تمام مردم خود در آینه حکومت ببینن یک مصالحه ملی را شما فقط اعلان کنید که موافق میکنه، مرکز باید خانه خود زندگی کنه. دیگه کس حق گپ زدن، حق انتقاد، حق برآ انداختن تخصصی خود، حتی حق تشکیلات خانه خود نداشته باشه. این قسم نمیشه. شما میره اعلام کنید راه حلش است. اگر شد، اگر نشد. در غیر از او ما ایرا براتون میگم که این نقشه بسیار خطرناک نقشه است. این گپا بسیار دقت کنین. ویدیوی ما 1 ساعت شد، بسیار معذرت میخوام. این گپا شما دقت بکنید که میفهمید نقشه برای چیست. شما بیغم باشید. نه شما پاکستان را فتح کرده میتونید، نه اسلام آباد را فتح کرده میتونید، نه پشاور را فتح کرده میتونید. مثل که در طول 150 سال بابا و اجداد و نیکای ما از همون نسل هستم، در قوم مالکوزه هستم، نتونید فتح کنید. عالی هم نمیتونید، با احساسات نمیتونید، با دیوانگی، با زورگویی، با اینکه یک اسیر شما در کوچه کش کردین یا یک پوستر یک دو مر میزنین، با این پاکستان اسلام آباد اینجا فتح نمیشه. عقل به کار بندازید، معذرت بخواین از مردم، تشکیلات خدا جور بکنین. نقشه در کجاست؟ والله اعلم، من دقیق نمیدونم، حدس میزنم. این نقشه جنگی را که پاکستان برای انداخته است که همین ولایات مشرقی افغانستان، کنر، جلال آباد، خوست، پکتیا تا یک بخش لغمان و نورستان که با چترال اینا راداران پیوسته هستند. از بخار تا وقت شنجا پرتوا گروه های نیابتی جور کردن در جا، مردم قیام بته، مردم وزید شما مسلح بکنه. همو دوری باطل پس شروع شوه. شما نگویید که ما کل افغانستان گرفتیم، کل گر سرکوب میکنیم. همین جوانای پشتون در فیسبوک میان ما کل گرفتیم. این گپی مفت نیست، این گپی تکرار شده است، این گپی 100 بار در افغانستان تجربه شده است. افغانستان سابقی با 1,700,000 کیلومتر مربع خاکش بود. اینمی خاک اینمی امیر عبدالرحمن خان امضا کرد در ایران 2 حصه شد، تمامی همین پختونخوا را داد. حتی دمو معاهده وزیرستان شامل نبود. شما تاریخ بخونید، وزیرستان شامل نبود. امیر عبدالرحمن خان گفت همین قوم وزیر من رئیس خوشم نمیاد، امیرم از شما باشه. حتی همین وزیرستانی جنوبی را، این وزیرستان که دبش خاک پاکستان از نمیره، در وقت انگلیسان نمیخواستن بگیرن، این امیر عبدالرحمن خان خودش بازو به انگلیس داد. قوای نیروی افغانستان در بدخشان کوهی در اون طرف دریا بودن. شو از امیر بخار یک زنگ زده شده، از بخارا تزار زنگ زده، چی کرد؟ امیر عبدالرحمن تلفن کرد، قوا را شو کشید اسمان خاک مد اسمان. این قسم شما پیش اومده.
ما معاهده دیورند داریم، معاهده راولپیندی داریم، معاهده جمرود داریم. در بعضی معاهداتی که ایران کرده در گلستان و معاهدات ترکمنچای و گاوا در او بخشا باید بخشی از خاک خود در زمان امیر شیر علی خان از دست دادیم. شما بچه‌ها تاریخ بخوانید، شما جوان هستین، کتابا را بخوانید که مغز شما واز شود. این مرض امروزی نیست، این مرضی نیست که پاکستان امروز اومد سر شما. این کل حقایقی بود که من کوشش کردم در ظرف 60 دقیقه برای شما در 1 ساعت برای شما ایرا بگم. بلیاز خدا و قرآن از احساسات برای اینمی رایش است. این خطر عزیز که یک بخش افغانستان کلی پشتونها را نه، حتی یک بخش افغانستان که از اینا دور شد میرسن تا سلطه خود بیارن، گروه های نیابتی بیارن، جنگ بکنن، جنگ و جدل این کارا بکنن. خب میایم یک تعادل قوا را میگیم. پاکستان یک کشور به میاتمی است، با بعضی روایات 100، با بعضی روایات 35، با بعضی روایات 70 به میاتم داره. پاکستان 250 میلیون نفوس است. پاکستان 2 میلیون یا 2.5 میلیون نیروی نظامی داره. از تمام سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته دنیا برخوردار است. ایرا هندوها میگن، خود هندوستان میفهمه در جنگی که ما یک هفته‌ای که مابین پاکستان و هندوستان شد، پاکستان هندوستان شکست داد. هندوستان دست به دامن امریکا شد که با پاکستان حاضر بکنه. آیسای پاکستان من شما رو نمیترسونم، بسیار خطرناک هستند. عالی نه، ولی آهسته آهسته در ظرف 1 سال و نیم سال دیگه این ولایات مشرقی جنوبی گپارا گروه‌های نیابتی جور میکنه، جنگا را چه میکنه، شما را تضعیف میکنه. کی به شما کمک میکنه؟ روسیه به شما سلام میتن نه، چین به شما سلام میتن نه. چرا که چین خب پیمان استراتژیک داره با پاکستان، پیمان کلان اقتصادی 50 میلیارد دلاری داره، در یک کمربند و یک راه سرمایه گذاری کرده. چین به شما سلام نمیته. خب حکومت آسیای میانه خب بعضی به شما سلام نمیته. ایران خب به شما سلام نمیته. خب شما مواد لوجستیک از کجا میگیرید؟ به هند قرار میشید. هند بیاین از ما یاد بگیرید که این چه قسم کشوری است. نجیب بهترین متحد هند بود. هند یک قرار رای نکرد که نجیب از قصر ریاست جمهوری نجات بخیزه ببره. هند به شما سلام میده. این دول راکتای کروز خود راکتای 200-300 کیلومتر میزرگی خود برای شما در کابل مرا که شما اسلام آباد بزنید. بهترین راه همیشه که حکومت وحدت ملی جور کنین، مخالفین خود به خود جذب کنین، به معنای واقعی کلمه جذب کنین، حکومت وحدت ملی تشکیل بدین، از گذشته رسما بیان معذرت بخواین. تمام گروه ها معذرت بخواین، شما را معذرت بخواین. معذرت خواستن پیش خداوند، معذرت خواستن ارزش داره. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. میگه همه بنی آدم خطاکار است و بهترین خطاکار هموست که او توبه میکنه. معذرت به معنای توبه است. بگوین گذشته نمی اشتباه شده. همین 4 سالی که گذشته شما بسیار اشتباهات کلام کردین. دروازه مکاتب باز کنین، دروازه دانشگاه را باز کنین، آزادی مردم براشون بدین. بالکل اما امر بالمعروف و نهی از منکر شما باشه یک ضروری در جامعه اسلامی واری به این شکل نه. شما مردم به خفقان رساندین. باز حکومت وحدت ملی تشکیل بدین، بگین مشکل ما حل است، پاکستان رو در جای خود برین، تیتیبیر هم جواب بدین. قصه داستان اسامه نکنین. حکومت وحدت ملی تشکیل کنین، تیتیبیر رو بگین که برین در مناطق قبایلی که جای دارن این گپا و چیزا خودتان از برای گفتن برین که ما تحملش نداریم. اینا راه حل معقول و منطقی میگن. خداوند شاهد باشه که این گپایی که ما براتون در ظرف 1 ساعت گپای سیاسی نیست، فقط یک یادآوری تاریخ بود که جامعه ما فعلا یک جامعه مریض و یک جامعه بسیار با پرابلم است و این نجاتش غیر از این کار دیگه در هیچ صورتی ممکن و میسر نیست. گپای من پراگنده بود. ما چون از یادداشت گپ نزدم، یک چند چیز براتون یادداشت گرفتم. شما در این گپایی که ما زدیم کتاب خاطرات کین الامام که من نامش هم یادم را به نام تارال یک کتاب کوچک است، این را بخونید. جنگ اشبا استیف کول که جنگ‌هایی که طالبان در دوره عمل کردن، کین الامام چیکارا کرده و او 4 سال اول تمامی دوره ها را در بر میگیره. استیف کول به نام جنگ اشبا یا نبرد اشبا با فارسی ترجمه شده و پشتون ترجمه شده، را شما بخونید. دیگه یک کتاب از به نام 77 روز در قندهار که اولی آمدن جمهوریت که آقای کرزی چه قسم اومد، گلاغا شیرزود چه قسم اومد، این کتاب شما بخونید. این را به نام رابرت آل رئیس CIA در پاکستان نوشته کرد. رئیس CIA که در جنوب شرق آسیا، رئیس کل جنوب شرق CIA که مرکزش در اسلام آباد بود و این سالها در اونجا زندگی کرده و این کتاب از خاطرات خود نوشته کرده. بسیار چیز شما چه کرده. دیگه کتاب دیگه در بخش تاریخی آخرین نبرد من از گریموف است که آخرین قماندان نیروهای شوروی در افغانستان بود که از پل حیرتان تیر شد و آخرین به عنوان آخرین سرباز. این کتابی نوشته کرده به نام آقای رفری را ترجمه کرده به نام آخرین نبردی من. این کتاب بخونید. دیگه کتاب از به نام طالبان از پیتر مارسدن.
طالبان پادر مرسدین، این هم با پشتوتان فارسی است. اینا بخوانین. یک کتاب هم یک دو ژورنالیستی به نام یوسف یک ژورنالیست پاکستانی نوشته کرده به نام طالبان، او را شما بخوانین. به نام کتاب دیگه است به نام حزب دموکراتیک خلق افغانستان، از آغاز تا زوال یا زوال حزب دموکراتیک خلق افغانستان از آقای اکرام الدین اندیشمند است. را بخونید. اینا کلی کتابایی هستند که بی‌طرف بی‌غرض نوشته شدن و بسیار کتابای خوب است. دیگه یک کتاب از به نام خاطرات زندان، یک رساله است از استاد سیاف است که خاطرات زندان که در دوره نجیب اینا چی جنایاتی در زندان پلیچرخی صورت گرفته، ببخشید دوره نجیب نه، دوران داوود خان و دوران اول خلقات تا به کارمل. این کتاب بخونید. دیگه کتاب‌های زیاد است. این کتابا رو براتون آزاد جوانان بخونین، احساسات قضاوت نکنین و همین نظام توصیه میکنم که به خاطر خدا، به خاطر دین، از این اعمال شنیعی که شما روزانه مرتکب بشین در حق اسیر، در حق بندی، در حق مردم، در سرک، در حق زن، از این دست بردارین و بیاین به خداوند و ملت تعهد بکنین و کار بکنین که ملت از مجاهد نجات بده. و ما ذالک علی الله بعزیز. ما خدا را شاهد میگیرم که گپام همگیش توصیه و واقعی صادقانه تاریخ بود که براتون گفتم. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خداوند همه ما شما را هدایت بکنه. زنده باد افغانستان، پاینده باد افغانستان. خداوند ما و شما را از این بدبختی برای همیشه نجات بده و این مرضی که دامنگیری ما و شما سراپای ما و شما را گرفته خداوند را تداوی کنه و این مرض به مردن و مرگ حتمی ما نه انجامه که افغانستان از هم نپاشه و برای همیشه گم نشود. خداحافظتان.